رژیم دیکتاتوری السیسی در مصر در هفته گذشته به طور روی راست دانشجویان خارجی را که در آنجا تحصیل میکنند دستگیر کرد. نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند که نشان می‌دهند چگونه کارمندان پلیس و امنیت دانشجویان خارجی را غیرقانونی دستگیر میکنند. این نوارها در نزد مرکزهای آموزشی فجر و بدر در شهر قاهره ثبت شدند، حالانکه این دانشجویان همه حجت‌های لازمه را دارند و اجازه قانونی زیست و تحصیل در مصر را گرفتند. بازداشت‌ها با رفتار بد و به یگان سبب یا یگان جرم را اعلان کردن صورت می‌گیرند. کارمندان امنیت ناگهانی به خانه دانشجویان می‌درآیند، آنها را زود دستگیر می‌کنند و فوراً تلفن، نوتبوک، ساعت دستی و دیگر چیزهای قیمت بهایشان را می‌گیرند. بعداً آنها را به شعبه پلیس میبرند. دانشجویان که دیگر تلفن ندارند و نمیتوانند به کسی زنگ زنند تا 3 شبانه روز به خبر میمانند. گفته می شود که بعضی از آنهایی که بعدتر رها یا اخراج شدند دیگر تلفن و چیزهای شخصیشان را پس نگرفتند. کارمندان امنیت این اشیاء را میفروشند. با این کار نه تنها کارمندان پایان بلکه افسران بلند مقام هم دست دارند، ولی ظلم آنها به همین جا ختم نمی شود. آنها از آنهایی که میخواهند به دوست یا شناسی بازداشت شده اشان خوراک یا لباس رسانند مبلغ طلب میکنند. این حالت سوالی را به میان می آورد که اگر چنین کار را با دانشجویان خارجی غیر مسلمان در محله‌های بایتر قاهره میکردند، آیا پلیس همین خیل رفتار میکرد و آیا این به قانونی به جواب میماند؟ پس از آنکه حاکم ظالم السیسی با راه قوه نظامی سر قدرت آمد، امنیت برای مسلمانانی که برای آموختن علم و مرکزهای اسلامی و زبان آموزی می آیند خیلی بدتر شده است. اما با وجود همه این خطرها مسلمانان مجبورند به مصر روند، چون تحصیل در آنجا دسترس است، تعلیم زبان عربی خوب به راه مانده شده است، اجاره خانه ها ارزان است و نرخ خوراک هم بلند نیست.